دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری مبین ایرگاشوف به مرحله نهایی جام آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 مای سال 2024 در قطر برگزار می شود راه یافت. دسته المپی تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال 2023 در دوره نهایی مرحله انتخاباتی جام آسیا 2024 با تیم استرالیا بازی را با حساب مساوی 1-1 انجام داد و در گروه مقام دوم را به دست آورد. حساب را در این بازی در دقیقه 12 کامران پیوپیان از دسته استرالیا کشاد، ولی در دقیقه 28 به حملهگر تاجیک رستم سایروف میسر شد که با یک ضربه خیلی زیبا حساب را برابر و تیم تاجیکستان را راهی مرحله نهایی جام آسیا کند. در بازی قبلی تیم المپی تاجیکستان دسته لاوس را با حساب 2-1 شکست داده بود. گل‌های تاجیکستان را در آن بازی صادقجان قربانوف و رسلان خیالوف که تا چند روز قبل در دسته دوم زینیت بازی میکرد وارد دروازه لاوس کردند. گفتنی است که تا دقیقه 90 لاوس پیش صف بود و تنها در دقیقه آخرین بازی به صادقجان قربانوف میسر شد که حساب را برابر کند. گل دوم را رسلان خیالوف در دقیقه اضافه شده به وقت اساسی زد.